بی‌شرفترین انسان‌هایی که تاریخ به خودش دیدین صهیونیستان. اولا جز خودشونه که هیچ کس آدم نمیدونن. یه چیزی دارن میگن مثلا chosen people، قوم برگزیده. میگن خدا فقط ما رو آدم آفریده، بقیه حیوانایی ان که شبیه آدم آفریده شده. من رفتم کتابای اینا رو میخوندم، کابالای اینا رو نوشته تنها فرزندان آدم و حوا مایی. حیوان‌هایی که شبیه انسان آفریده شدن اینها حاصل ازدواج آدم با یک جنیه. میگه آدم با یک جن ازدواج کرده. تمام بانک‌های دنیا دست ایناست، سرمایه‌های دنیا دست ایناست، رسانه‌های دنیا دست ایناست. خودشون خانواده‌هاشون سالم نگه می‌دارن. پدر تمام خانواده‌ها رو تو دنیا در آوردن. عمده سایت‌های پورن و ضد اخلاقی و ضد فرهنگی توسط اینا داره اداره میشه. اولین سکانس های جنسی رو برید تحقیق بکنید تو کشورهای مختلف، ببینید اولین کسی که قبشه